دوستان عزیزی کلیپ با هم یک جا میبینیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. کلیپ را که شما مشاهده کردین خواهر مسلمانی است که در سن 55 سالگی حفظ قرآن شروع میکنه و در مدت 5 سال قرآن حفظش به طور کامل تمام میکنه. این در مدت 5 سال یعنی 60 سالگی یک حافظ قرآن است. به خاطر آموختن چه قرآن باشه یا هر علم دیگه مفیدی که در دنیا و آخرت و تو سعادتمندی به بار میاره باشه دیر نیست. شما به خاطر از که داریم یک سری از عزیزا را بهانه میرن من 30 هستم و 35 هستم و 40 هستم نمیتونم زبان یاد بگیرم، نمیتونم پانتون برم، نمیتونم کورس مفیدی را فرا بگیرم، بهانه تراشی میکنن. اول این که هیچ زمان برای آموختن دیر نیست. یک نکته دوم این که از بیشترین خواهرها و مادرها و برادرها و پدرهای بزرگوار ما که در سن 45-50 آیات قرآن یا آن چیزی که در نماز خوانده میشه را اشتباه میخوانند و بعد اگر برشان بگویی که مثلا درودار صحیح نمیخوانی، سوره فاتحه را درست نمیخوانی، سوره که بعداً به تعقیبش میخوانی صحیح نمیخوانی، میگه چی کنم که از کودکی میره به من آموختن. حال دی 35 و دی 40 دیگه مصروف آمستم چه قسم میرس؟ دیر نیست. اون نماز را که تو به صورت درست اقامه میکنی آخرت تو را تضمین میکنه. فراموش نکنید که هیچ سن به خاطر آموختن دیر نیست. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب براحتی نرسید آن که زحمتی نکشید.